همخوابگی در بهشت. از ابی هریره رضی الله عنه فرمودند که گفته شد ای رسول الله، آیا ما با همسرامون در بهشت همخوابگی میکنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بلی، قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، هر آینه مرد همخوابگی میکند در بهشت در یک روز با 100 زنی باکره. با 100 زنی باکره. حدیث روایت که از ابن ابی دنیا در صفت جنت و امام طبرانی در اوسط و امام ابن قیم در هدی ارواح میگه صحیح است. خاصه البانی میگه صحیح است. باز از زید بن ارقم رضی الله عنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع والشهوه. هر آینه مردی که وارد بهشت میشود و از اهل بهشت است، برای او در بهشت قوتی 100 مرد را الله میدهد. قوتی 100 مرد را الله در چی؟ در خوردن، در نوشیدن، در همخوابگی و در شهوت میدهد. یک مرد قوتی چه دارد؟ قوتی 100 مرد را دارد در بهشت. حدیث در صحیح است، در امام نسائی است، سنن کبراش و امام احمد است.